به همین سادگی رابطه که طولانی شدنش مهم نیست، رابطه کیفیتش مهمه و کیفیت رابطه به هیچ عنوان ارتباطی با طول مدتش نداره. پس وقتی رابطه تموم میشه با عشق، آنر، افتخار، با احساس خوب، خدا نگهدارت عزیزت دلم. یه روزی اومدی توی زندگیم یه چراغی رو درونم روشن کردی، قلبم گرم شد از دیدنت، حس خوبی بهت داشتم، با هم تجربه کردیم، خندیدیم، گریه کردیم، خوابیدیم، بیدار شدیم، حس کردیم همدیگه رو. الان داری میری، مثل هر چیز دیگه‌ای میای و میری. خدا نگهدارت عزیزت دلم. نفر بعدی در باز، نفر بعدی و تا یه مدتی هم برای خودتی. همه چیز خوبه، اومدن خوبه، رفتن خوبه. چیزی که خوب نیست عذاب کشیدنه. آشنایی خوبه، جدایی هم خوبه. هر جفتش خوبه. هر جفتش به یک اندازه خوبه. چون هر جفتش اتفاقایی هستن که توی زندگی برات میافتن و تو از اونها میتونی تجربه کسب کنی و رشد کنی و آدم زیباتر و بازتر و باحالتری بشی. ولی تو گیر میدی و وقتی گیر میدی اتفاقی که میفته اینه که گیر میکنی. به هر چی گیر بدی بهش گیر میکنی. اگه ول نکنی ول نمیشه، باید ولش کنی. و ول کردنش اینجوریه. من هیچ تصاحبی رو تو ندارم. یه روزی اومدی، سلام علیکم. یه روزی میری، نماسته، تموم شد و رفت. من ازت یاد گرفتم، حست کردم، پیشت بودم، خندیدیم، خاطره جذب کردیم، یه عالمه کارهای باحال با هم کردیم. تموم شد.